بسم الله الرحمن الرحیم. اینجا منطقه سرسبز رومشکان، منطقه‌ای که در یه زمانی روم باستان را شکست داد. منطقه صعب العبور و منطقه‌ای بود که مردم با همت و با قدرت روم را شکست دادن. منطقه سرسبز در کنار رود سیمره، مردمانی با زبانهای لکی، لوری، کردی و همین سه تا زبان و یه سمت که جزء استان ایلام است، یه سمتش هم که جزء استان لرستان است و دقیقاً روبروی درشهر در کنار رود سیمره. مردمانی خوب، مردمانی به اصطلاح مهمان نواز و عزیز. شاید الان کمتر کسی باورش بشه که یه زمانی سپاه روم از ایران شکست خورده. این منطقه به این دلیل اسمش روم اشکانه. اشکان کردی به معنای شکست دادنه. روم اشکان یعنی جایی که سپاه روم شکست خورده. در دنیای قدیم باستان سپاه ایران جزء ابرقدرت ها بوده. هر جا رودخونه‌ای بوده آبادی بوده. اینجا هم رودخونه سیمره به این منطقه آبادی داده. یه زمانی تمدن‌هایی در اینجا زندگی می‌کردن که قدرت اینو داشتن سپاهیان فراوانی رو فراهم کنن. اونم به واسطه سیمره. سیمره آبادانی. جایی که کشاورزی رونق داشت، جایی که تمدن رونق داشت، جایی که سربازها میتونستن اونجا پناه بگیرن و به مناطق دیگه حمله کنن. اینجا رومشکانه.